نگاه کنین برای جاده اصلی دور تا دور ویلا سازی شده، برش 14.5 متره دوتا پلاک و متراژش هم 7000 متره. نگاه کنین شما یه فرش یه موکت برای خونتون بخواین بگیرین و هر 2-3 سال یک بار خراب میشه، فکر نکنم با متری 500 تومن بهتون بده. حالا فکر کنین شما شالیزار میگیرین به قیمت متری 450 تومن بر جاده اصلی و دور تا دور ویلا سازی شده. تمام امتیازات هم اینجا هستش. به تصور و توهم این که داریم ساخت و ساز انجام میدیم، توهم اینو داریم که عمران داریم انجام میدیم، داریم زیر ساخت‌های توسعه‌ای که قبلا حالا جسته گریخته بوده، خیلی حالا افتان و خیزان بوده، همونا رو از بین میبریم. این وضعیت جمهوری داشت. جاده کیاشهر منطقه آزاد انزلی، اینجا باسکیا گوراب، رستم آباد، جایی که جنگل‌های منطقه رستم آباد دچار حریق شده. تالاب بین‌المللی بندر انزلی دچار حریق شد. سراوان، دفگاه زباله سراوان، شیرابه‌هاش میاد توی رودخونه و میکس میشه. مسئله این که آیا مهاجر به عنوان اکثریت داره میشه در یک مناطقی، آیا به شکل مهاجم داره لحاظ میشه؟ اگر هم یک نفری از شهر دیگری بخواد به روستا بره، اگر بخواد سبک زندگی خودش رو اونجا پیاده کنه یا اونجا رو بخواد به شکل سبک زندگی خودش بسازه، خب دیگه اصلا اون روستا هویتش از دست میده. مثل گونه‌های گیاهی مهاجری که ما وارد تالاب انزلی کردیم و خب گونه‌های سنتی و کهن اونجا از بین رفتن، یا گونه‌های جانوری اون پایینش از بین رفتن. حالا ما بریم اونجا بگیم خب می‌خوایم اینجا بیایم ساختمان‌های چند طبقه بسازیم، نما رومیه، ساختمون کلاسیکه، که عملاً اینا اصلا خیلی‌هاشون حتی در تضاد با اون چیزی که ارائه میشه است. جدیداً که مد شده میگن که از موکت ارزان‌تر، از فرش ارزان‌تر، از فلان 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 از اینها ارزان‌تر. خب وقتی از موکت ارزان‌تر یعنی شما برای یک موکت ارزش بیشتری قائلی تا برای یک متر از خاک. شما این رو به عنوان یک کالای مفت 2000 متر 200 متر میتونید مثلا مسکونی بسازید. به مرور بعد شما میتونید اون 200 متر رو افزایش هم بدید. بسیار ما میبینیم که میگن نامه بنیاد داره، سند نمیدونم قابل تفکیکه، نمیدونم قابل. شما من دیدم ویدیویی که کوه رو توی مثلا رستم آباد گذاشتن برای فروش. کوه رو آخه چطور میشه یک زمینی که شیب بالای 30% داره رو بیاید شما بگید برای فروشه و اصلا کلا خب این چطور مالکیت داشته؟ بعد اصلا مالکیت داشته باشه، چطور این رو بخواید به ساختمون تبدیل کنید؟ یعنی تمام اون بافت و حتی اون ساختار بصری از دور رو باید از بین ببرید. یک نفری میخواد حالا بیاد صبح از خواب که بیدار میشه پنجره رو که باز میکنه یا وقتی پاشو میذاره تو حیاط مثلا بخواد یک کوهی ببینه، خب این چی رو داره از بین میبره که اینو ببینه؟ بعد این یک دونه میشه 10 تا، میشه 100 تا، میشه 1000 تا و بعد از یک مدت مثلا 15 سال 10 ساله دیگه همون فرد نمیره پنجرهش باز کنه یک کوه ببینه، پنجرهش باز میکنه همسایه‌ش رو میبینه، یک خونه دیگه میبینه. مثل خیلی از شهرها که ابتدا اصلا ساختش ویلایی بوده بعد به مرور شده آپارتمان، این اتفاق در روستاهای مسکونی شده الان هم میفته. یعنی شما الان میبینید ویلا یه مدت بعد میشه آپارتمان و شما خب میبینید که خب ما چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم همین چیزی که مثلا توی شهر ساختیم رو داریم میبریم توی طبیعت. معمولا عادت داریم مشکل که ایجاد میشه به فکرش نیستیم، مشکل تبدیل به معضل میشه به فکرش نیستیم، تبدیل به بحران میشه به فکرش نیستیم، تبدیل به فاجعه میشه به فکرش نیستیم و وقتی دیگه از دست میره تازه میگیم که ما باید 10 سال پیش این کارو میکردیم، باید 20 سال پیش فلان زیرساخت رو حفظ می‌کردیم، فلان زیرساخت رو از بین نمی‌بردیم. کشاورزی داشتیم، مراتع داشتیم، جنگل داشتیم، صیادی هم بوده، نوغانداری هم بوده. ما می‌بینیم الان در طول این سال‌ها همه کسب و کارها، صنایع، منابعی که وجود داشته، چه از نظر تغذیه، چه از نظر اقتصادی، همه داره عملاً بهترین کلام شاید این باشه که خورده میشه
و بارها می‌بینیم که زمین‌های کشاورزی رو مثلا خشک می‌کنن. هر روز هم می‌بینیم یک قسمتی از زمین، قسمتی از طبیعت، قسمتی از جنگل رو به عنوان زمین مسکونی حالا با مجوز ساخت 2 طبقه 3 طبقه و با قیمت حالا خیلی پایینی میفروشن، بعد میرن تغییر کاربری میگیرن برای اون و حالا اونجا رو میکننش مسکونی. میبینیم که در آینده چشم انداز چندین ساله بعد این کل آب و هوا و موقعیت خاک و همه چیز در اونجا تغییر خواهد کرد. یعنی شما دیگه طبیعت نمیبینید، شما دیگه جنگل نمیبینید، شما دیگه درخت نمیبینید، شما دیگه صدای پرنده ها رو نمیشنوید، اونجا صدای جریان آب رو نمیشنوید. یه عالمه سنگ و آهن میبینید که دارن میرن برای اینکه یک ساختمون ویلایی ساخته بشه و این اکوسیستم رو ما به طور مستقیم غیر مستقیم از بین بردیم یا حداقل تغییرش دادیم. همین الان شما توی لاهیجان میبینید که گرازها میان اونجا و حالا میچرخن. همونطور که ما دیدیم سمت مثلا مازندران خرس حمله میکنه میاد در شهر و باعث وحشت میشه و ممکنه خیلیشون کشته بشن. خیلی از گونه‌های جانوری به این شکل یا محدود شد یا اصلا منقرض داره میشه. از اون سمت هم یه عالمه صدای موسیقی که با حالا باندها و اسپیکرهای مختلفی هست و شما عملاً نمیتونید اصلا از طبیعت استفاده کنید. در سوئیس اگر ما بریم ببینیم چه طبیعت زیبایی، چه کوه خوبی، چه مثلا جنگل خوبی، چه زمین‌های کشاورزی فوق‌العاده‌ای، بعد تو ذهنمونه که ما کاش مثلا امکانی داشته باشیم که همینجا فقط بتونیم زندگی کنیم و هیچ چیز دیگه نمی‌خوایم. خب ولی این تو ذهن ما نیست که ما اگر بخوایم اینجا زندگی کنیم ما باید بافت اینجا رو حفظ کنیم. بخوام اگر یک مزرعه داشته باشم نمیتونم برم تو مزرعه کارخونه بزنم، نمیتونم برم تو مزرعه آپارتمان درست کنم، برج درست کنم. من باید اگر میخوام تو مزرعه یا نزدیک به مزرعه زندگی کنم باید مزرعه دار باشم، باید یا توی مزرعه کار کنم، باید اون رو حفظ کنم. همین مزرعه است که باعث جذابیت و زیبایی میشه که من مثلا مسافر ببینم و بگم چقدر زیباست، خصوص توی اروپا. شما نمیتونید بیاید توی مرکز شهر مثلا یک ساختمون قدیمی رو بگید که خب من میام اینو ور میدارم و میام مثلا یک ساختمان جدید خیلی حالا طرح میدم خیلی قشنگ و خیلی زیباست و اینو میسازمش. سفت و سخت اونا رو چیدن و حفظ کردن و خب این باعث میشه که من اگر شهروند اونجا باشم چیزی که اتفاق میفته اینه که میرم اون ساختمون سنتی معماری کهن مرکز شهر رو میبینم، اون بازاری که در مرکز شهر هست یا در قسمت مختلف مرکزی شهر هست اونها رو میبینم، محل سکونتم اون چیزی که دوست دارم هست و اینها الزاما همدیگه رو نابود نمیکنه، همدیگه رو تغییر نمیده.